واقعا برای هر یک ملت ارزش‌ها بسیار هم مهم هستند که این گونه ارزش‌ها میتوانند برای در آینده معین نمودن فرد درخشان این ملت‌ها نقش سازگار میگذارند. بی‌واسطه در بین این ارزش‌ها استقلال موقع مقام خاص دارد. یعنی استقلال یا اینکه مفهوم استقلالیت یعنی این تنها یک مفهوم عادی نیست، بلکه این یک ارزش بسیار هم مهمی هست که خلق ملت ها حقوق کاملی در آینده همون تقدیر آینده خیش را معین کردن به امکانیت پیدا میکنند. البته اگر در زمان امروزه زیاده از 5000 نمود خلق و ملت ها موجود باشند، اما نه همه آنها صاحب دولت ملی هستند، یعنی صاحب دولت مستقل هستند و این خلق و این ملت ها یعنی عادی کرده گوییم یعنی مستقل نیستند، آزاد نیستند. خوشبختانه ملت تاجیک در قطار آن ملت های و خلقیت های خوشبختی قرار دارد که صاحب دولت ملی خیش است. یعنی آزاد بودن در جهان امروزه بسیار از مسائل های مهم دانسته می شود و جمهوری تاجیکستان که در آخر عصر 20 همین مستقلیت خودش بعد چندین عصرهای زیاد به دست آورد، این بسیار هم رویداد تاریخی، رویداد سرنوشت ساز در صحیفه‌های تاریخی تاجیکستان نوین ثبت کرده می شود. البته در ظرف امروز 35 سال استقلال دولتی محض همین ثمره استقلال دولتی بود که تاجیکستان با یک چند دستاوردهای مهم هم در سیاست داخلی و همچنین در سیاست خارجی نائل گردید. پیش از همه امروز در جمهوری تاجیکستان تمام آن مسئله هایی که امکان پیدا میکند در آینده کشور رو همچون یکی از دولت های پیش قدم در قطار کشورهای ابرقدرت جهان گذاشته تواند امروز زینه به زینه طی شده ایستاده است و در برابر این در سیاست خارجی هم امروز جمهوری تاجیکستان به یک چند دستاوردهای نظررس نائل گردید. پیش از همه امروز همون تشبس‌هایی که جمهوری تاجیکستان بی‌واسطه از منبرهای بلند سازمان ملل متحد پیشنهاد میکند از جانب جامعه جهانی به یگان ممانعت قبول کرده می شود. امروز هر یک جوان همین ماهیت اصلی استقلال آزادی رو پیش از همه درک کرده تواند، زیرا محض همین ماهیت اصلی مسئله مذکور رو درک کردن برای هر یک نفری که در تاجیکستان در قلمرو این کشور زندگی میکند امکان پیدا میدهد که برای حفظ، برای باز هم تحکیم بخشیدن استقلال دولتی نقش سازگاری خیش را گذاشته تواند. من امروز فکر میکنم که هر یک جوان پیش از همه به همین مسئله با دقت یعنی با مسئولیت بلند مناسبت خیش را ظاهر میکند و برای باز هم مستحکم نمودن پایه‌های استقلال دولتی و برای پیشرفت تاجیکستان عزیز نقش خود را میگذارد.